خانواده‌های رجبوف‌ها و یوسفوف‌ها یک سال باز در ده‌ها مقامات را می‌کوبند و کوشش دارند که دو عضو این عائله‌ها را از بازداشت رها کنند. ایوب رجبوف 50 ساله و منصور یوسفوف 60 ساله به کشتار ضیاءالدین کیمسنوف 48 ساله گمانبر می‌شوند. حادثه شب 30 ایون سال 2023 در زمین‌های کشاورزی هم‌مرز با ازبکستان رخ داده است. پیوندان دو مردی گمانبر شده میگویند که همان شب آنها به آبیاری زمین‌های کشاورزیشان رفته بودند ولی زود برگشتند. نهینیمانده برفتن شب بود. سنی همون موبایل من 45 анда گشته خانه اومدن. ما وام کردیم ما این والی سوارنده شدگی بدیم. اول کلیندم اومدن حدشان برابر اومدن ما دیدیم چشم ما کردیم. یک او به خبر گیرم نباتی ما گفته برام رفتم دیری نشده یک مبانی 40-30 دقیقه باز برگشته اومدم. مناقشه ناگهانی خاراکتری معیشی داشته سنه 30 ایون تخمین ساعت‌های 22:30 دقیقه ایوب رجبوف و منصور یوسفوف در زمین‌های کشاورزی شهری کنیبادام پهلوی هم زمین داشتند و برای آبیاری آن اکثرا همراه می‌رفتند. ضیاءالدین کیمسنوف کشته شده از آنها دورتر زمین داشته است. خدمات مطبوعات ریاستی وزارت کارهای داخلی ولایت سوق در یک گزارش سال گذشته گفته است که حادثه در پی جنجال آب سر زده و باعث به قتل یکی از آنها شده است. گمانبران قتل در نزد دوربینی مقامات روش حادثه را نقل کردند ولی پیوندان دو محکوم شده این نشانداد گمانبران را نادرست فکر میکنند و برای تفتیش عادلانه و دریافت قاتلان اصلی به چندین زینه‌های حقوقی مراجعت کردند. سویدانده خودشان هم گفتن ما یا یک بار نه دو بار نه سه بار و یا رژیسور ما اکتیار همشه یاد میتین ما سانی گفتیم یاد داد همشه سانی گفتیم گفتن همونو نگوییم اوای حاضر راست پدوالشان بوده است می راست پدوال به ما گفتیم. خجینم عموما این کیمسنوف دیگه آدم ندیدگی نمیشناسنم یکم بار هم گپم نشدگی و آدم کتی 9 بار در دادگاه ولایت سوق مرافعه دادگاهی ایوب رجبوف و منصور یوسفوف دایر گردیده است ولی 3 ماه اخیر به سبب تفتیش دیگر باره مرافعه دادگاهی به تأخیر افتاده است. بود و سوتند خسته گفت که من جگرم ادا گردم ادا حتی من یکونم اجام خسته نتونستم قورغم شکستگی در روز من توق بموندم این مجبور میشد که چیزی کنم گفت اگر میگفت که من کارم گو صاف میشی همین گپای از خانه خدای سوتند گپ زد میلچالار که ولی برعکس گفته های این دو خانواده عائله کیمسنوف از کار مقامات وزارت منطقه‌ای کارهای داخلی و دادستانی قناعتمند هستند. ضیاءالدین کیمسنوف ساکن دهه حصارک شهر کنیبادام روز 30 ایون سال 2023 به طور مرموز گم و قریب بعد از یک ماهش جسد او از غار پیدا شده است. ورش بگم ما ندیدیم شاید آبروچه و کشادی گفته جنجال کردند خلاص آنها 2 نفر با بچه من زنازنی کرده بیهوش کردند شاید کشته بعد به یک چقری ریگزار پرتافتند به فکرم پایش را شکستند چون که در جسد این را دیدید دیگر پایش بود کلش را در تشخیص معلوم کردند که شاید با بیل یا کلن استخوانش را شکستند شنبستن کسکن منش اتن کسکن گرفتن نظر ساکنان و دهقانان دیگر به این حادثه مشکل است. هر دو جانب میگویند که تا سر زدن حادثه پیشتر برای آب چنین جنجال را نفهمیده بودند. یک مسئول اداره آبیاری و بهداشت زمین در شهر کنیبادام در صحبت حضوری گفت که بار هم جانبها برای تقسیم آب شکایت نکردند. اما شب حادثه نوبت آبمانی از روی درخواست به زمین‌های ایوب رجبوف و منصور یوسفوف تعیین شده بود. در همین حال طول 1 سال کشال یافتن مرافعه دادگاهی گمانبران هر سه خانواده را نگران کرده است. جانبها طلب دارند که باید دادرس هرچه زودتر عاملان اصلی حادثه را محکوم به زندان کنند و به این قضیه خاتمه بخشند. این عائله ها در حال از تحقیق عمیق حادثه ها اظهار نگرانی دارند که مقامات انتظامی با گذشت 1 ماه از کشتار 2 خانواده در دیگر دهه شهر کنیبادام اطلاعیه رسمی پخش نمی کنند و شخصان احتمالی به این رخداد پیوند را معلوم نمی سازند. رادیو آزادی وابسته به این موضوع رسما به وزارت کارهای داخلی مراجعت کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کنیبادام.